آقا چاکر رفقا با حاجارش سیخ نسیش باش فرمون سیخ چرا؟ داریم میریم یه نهاری بخوریم، یه صحبتی بکنیم. میخوایم با حاجارش بیزینس جدید بزنیم. میخوایم جارو از ایران بیاریم اینجا. جارو والا درست چه جارو رو چی میگودن تو شما؟ جارو میدونم الان به اسمش ساجه کتین آره. میخوایم جارو وارد بکنیم از ایران، چون الان اگه بدونین همه دارن برمیگردن به دوران قدیم، میگن با کلاستره دیگه. چیزای دیگه چیزای الان فردا میبینی هر آمریکایی یه دونه لالجارو دستشه. الان داریم میریم اون میتینگ، یعنی میگم میتینگای مثلا خفن نمیم، در مورد جارو و خاکنداز و همین چیزاست. چاکر آقایون رفقا عزیز جان. این